من انسان خوشبختم زیرا مهربانی اطرافیان را احساس میکنم. من هم زیرا مادر هستم، مادری 3 فرزند. جای کار خوب و درآمد دارم. بانوی تاجیک در اصل کیست؟ عروس، همسر، مادر و یا کارمند. این نقشه های اجتماعی زنان می باشد که از نگاه دیگران نمودار است. گویان زن زندگی می کند تا که کیم کدام نقشه را اجرا کند، اما صفت‌های زن از نقشه‌های اجتماعی در محیطی که قبلاً بود و حالا نیز وجود دارد وابسته نیست. خود را به این نقشه‌ها و قالب‌ها محدود نکنید. همقدم زمان باشید. شما دیگر تفکر قالب شخص شده ماندن نیستید. زن مادر در همه دور و ایام یک از پشت و پناه مردم بودند و از تکان دهنده های جامعه به پیش حساب می رفتند و از همه پیش آنها احساس می کنند که جامعه در کدام حالت قرار دارد و از همه پیش آنها تشبسکاری ظاهر می کنند که همین درد جامعه را با هم حذف کنند و به پیشرویش مساعدت کنند. قالب‌هایی که پیشتر بود آنها در خانه میشستند، نمیماندند شوهرشان کار به یا که خوش‌دامها نمیماندند. امروز آنها قالب‌ها را شکسته به کوچه‌ها برآمده، به بازارها برآمده، در کارهای جمعیتی خودشان را نشان داده ایستادند و فعالانه‌هاشان را زیاد کرده ایستادند. مقام زن واقعا هم مرحله به مرحله، دوره به دوره در جامعه خیلی مستحکم شد، استوار شد و با استفاده از آن زنان و دختران ما بیشتر در اداره کنی دولت اشتراک میکنند و یک از سمت‌های آن که تکان بخش اقتصادیات مملکت است، این البته اقتصادیات میباشد و خوشبختانه در این جاده نیز زنان و دختران ما نسبت به سالهای اولی صاحب استقلالی امروز خیلی فعال هستند. ما زنهای موفق خود را نه فقط حتی در ساحه معارف یا تندرستی مشاهده میکنیم که واقعا آنها اکثریت را تشکیل میدن. امروز زنان و دختران ما موفقانه، فعالانه در اداره کنی اقتصادیات، در اداره کنی ساختارهای دیگری مهم حقوقی اشتراک میکنند. آنها فعالانه کار کرده ایستادند. آنها زمین‌های بسیار دارند، در آنجا از آن زمین‌ها فایده برده، فرزندهای خود را به پیش برده، آنها را خوانده، آنها را معلومات دار کرده ایستادند. امروز زنهای ما از جمله در مرکز ولایت شهر خوجند، در شهر گلستان، در شهر استراوشن، اسفره و دیگر شهرهای امروز فعالانه بیشتر قدم اعتماد بخش میگذارند. آنها صاحب کارخانه موفق هستند. آنها به استحصالات دست میزنند که امروز استحصالات آنها اهمیت صادرات کننده دارد. یعنی از آن گواهی میدهد که امروز اون نقشه، اون مرا مقصده که حکومت و دولتی تویسان نسبتی بلند برداشتن مقام زن بود ما نویل میشیم. اما به نظر من همونو ما امروز جهتی باز هم استفاده بردن از آن امکانات هایی که زنان و دختران ما دارند، چی در سطح علم، چی در سطح اقتصادیات، چی در سطح ساختار دیگر، همونو ما حالا با طوری باید و شاید استفاده نمیبریم. مردهای هم امروز برابر زنهای آن خیلی که ما گندر میگوییم زن و مرد امروز برابر هستند. آها برابر با همسری خودشان برآمده کار کرده ایستادند. مانداسیان که زنها برآمده خوانند، معلومات گیرند.